سلام دوستان، من میخوام بهتون امروز یاد بدم چطوری در روبیکا کسب درآمد داشته باشیم. از روبیکا ما میتونیم یک کسب درآمد خیلی خوب داشته باشیم. مثلا میان داخل کسب درآمد وارد میشیم، یک 60 میلیون کسب درآمد داشته باشیم. مثلا ما میخوایم داخل کسب درآمد روبیکا میشیم. داخل کسب درآمد که شدیم، صبر میکنیم، اینترنت ما خیلی ضعیفه، ما میایم داخلش. مثلا اینجا نوشته با روبیکا درآمدزایی که میتوانی با فعالیت در روبیکا کسب درآمد کنی و درآمدت رو به حساب بانکی خودت منتقل کنی. خب میایم جلوتر، مثلا میتوانیم از درآمد پیام رسان‌ها درآمدزایی داشته باشیم و میتوانیم در درآمد از روبینو یا اینکه در روبینو صفحه بسازیم یا با اشتراک گذاری عکس و فیلم کسب درآمد کنیم. حالا من بهتون این روش رو یاد میدم. خب ما میایم درآمد از روبینو رو میخوایم انجام میدیم. برمیگردیم میایم داخل روبینو. داخل روبینو میایم، صبر کنید دوستان، من فیلتر شکن خودم رو خاموش کنم. فیلتر شکنمو نتم ضعیفه، فیلتر شکن که روشنه نتم ضعیف میشه. ما میایم داخل این مردمه میزنیم، اینجا وای میسیم. مثلا الان من 96 تا فالوور دارم، من حالا پست گذاشتم. اگه پست زیادی ویو کنیم بهتر، درآمد بیشتری هم میذاری. طوری ویدیو بذار، پست بذار که لایک و بازدیدهای زیاد داشته باشم. اگه بازدید زیاد نباشه، الان من ببین من 7 تا صفحه دارم، مثلا میزنی افزودن صفحه، برمیگردیم اینجا مثلا یه اسم الکی میزنی، یه اسم انگلیسی میزنیم، من سابقه کنیم. آره بس این میزنی، این با این ما هم کم نام صفحه هم کار با هیچ کدوم. بعد میزنی یه صفحه میسازیم. حالا با این رادی یک صفحه ساختیم. بعد داخل همین صفحه هم چند تا نفر رو دنبال کن و چند نفر که دنبال کردی بعد داخل همین هم پست بذار. در همه مثلا 7 تا میتوانی صفحه بسازی. 7 تا صفحه که ساختی داخل همین 7 تا صفحه میتوانی درآمد خیلی فوق العاده داشته باشیم. ببین داداشان، من بهتون الان آموزش دادم. مثلا الان من میام داخل صفحه قبلیمون میایم. مثلا من اینقدر یکی ساختم. حالا داخل همین ما یک پست بذاریم، یه پست الکی میذاریم، یه پستی بسیار خنده‌دار باشه، خوب باشه. پست مثلا اینو من میذارم، اینو من گذاشتم. بالا سر میکنیم، اینجا مثلا اینجا میایم، اینجا اومدیم تا پستمون خوب بشه. ببینید چند تا نفر نگاهش کرده، ببینیم چند تا نفر. خودمون لایک میکنیم، یکم ساب میکنیم. حالا ببین اینو من 12 ساعت پیش گذاشتم، 42 نفر نگاه کرد، لایک زده. حالا 2 نفر شدم. دوستان اینجوری صبر کنی، یه 5 دقیقه ما تو موقع استوب میکنی فیلمو تا 5. حالا دوباره برمیگردیم به خانه ها. داخل خانه ها دوباره داخل کسب درآمد میزنیم با روبیکا، میزنیم درآمد رسانی. حالا من 1320 ریال دارم. ببینید چه راحت. حالا من مثلا اگر از 5000 به بالا شدم میتونم برداشت کنم. اگر تونستی تا 5000 برسونی بعد به هم تو کامنت ها بگو، من بهت یاد میدم چطوری پولتو برداشت کنی. فقط سیم کارت مال خودت باشه. این یک آخرین دارمه، فقط سیم کارت مال خودت باشه. بس درآمد. و هم میتونیم دوستان از کانال هم میتوانیم
از کانال مثلا یک کانالی من ساختم، حالا کانالم پیدا کنم، کانالمو حالا من اینقدر کانال زدم. از اینقدر کانال باید تا 25 تا کانال بزنی. 25 تا کانال زدی بعد دو تا صفحه داشت، دو تا صفحه نه دو تا شماره داخل روبیکا داشتی، دو تا پیج داشته باشی داخل روبیکا و از اون پیج داخل این پیج بیا و این کانالاتو داخل همین کانالا بیا. داخل این کانالا باید فیلم های سینمایی بیاری، مثلا 800 مگ باشه. تا یک ویدیوی دیگه دوستان، خداحافظ. و راستی یادتون نره چنل ما رو سابسکرایب کنی و حتما زنگوله رو هم بزنید. تا یک ویدیوی دیگه، خداحافظ. تا برداشت پول حتما چنل ما رو سابسکرایب کنی. خداحافظ.